آیه کریمه در سوره عنکبوت خداوند فرموده من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت. یعنی آن موعد و آن وقتی که انسان با خالقش روبرو می شود آمدنی است، یقین است. بنابراین مؤمن می باید برای راحتی دائمی و همیشگی راحت آنجا را به نظر گیرد، برای راحت آنجا سعی و تلاش کند. بله، نه چنان باشد که در دنیای فانی خود، در این گذرگاه برای خود همه نوع راحت را سعی کند که فراهم سازد که فراهم نمی شود. از راحت آخرت، از راحت ابدی، از راحت عالم عقبا غافل شود که از این راحت موهوم و خیالی که برای خود ساخته یک باره به جای می رود که آنجا دچار درد و رنج می شود. خدا نکند. این چنین خداوند عزوجل در سوره کهف نیز نگاه بندگانش را به راحت آخرت جلب کرده گفته فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. هر که از آخرت امیدی دارد، هر که می خواهد در آخرت در راحت باشد، به راحتی ابدی برسد، فلیعمل عملا صالحا، شرطش همین است. پس عملی نیک انجام دهد، عبادت هایی که خدا فرموده آنها را اجرا کند و هر کار شایسته که نافع است برای بندگان خدا، آنی که شریعت امر نموده آن را اجرا کند و از هر کاری که نهی کرده دور باشد.